استقلال هست و پرسپولیس و فینال جام حذفی و این صحنه پایانی که حتی حسینی هم میاد برتری نفری توی باکس حریف ایجاد بکنه. حالا میفرستن توپ رو به روی دروازه، این ضربه سر و توی دروازه عجیبه ولی باور کردنی ظاهرا. ثانیه پایانی کی گل زد؟ استقلال 1 پرسپولیس 1. این بازی قصد تمام شدن نداره، فینال ادامه پیدا میکنه. بهزاد غلامپور نشون میده خیلی هم مصدوم نیست. چه گلی رو خورد بیرانوند، چه لحظه ای. ضربه میزنه توی دروازه گل مساوی مهدی قائدی، یه گل طلایی برای استقلالی ها میزنه و اینجوری جشن و شادمانی اونها به پا میشه.